شاید براتون جالب باشه که بدونین بازیگرای مرد معروف ترکیه از چه مدل خانومایی خوششون میاد و معیارشون چه چیزاییه. پس بی معطلی روی دکمه عضویت کانال لنز بزنید و تا آخر این ویدیوی جالب و دیدنی همراه ما باشید. فیاض شریف اولو. این بازیگر به زنهای بالغ علاقه داره و جوان‌تر یا مسن‌تر بودن زن زندگیش از خودش براش مهم نیست. اون جذب زنایی میشه که آداب معاشرت خوبی دارن. شکرو اوزیلدیز. انرژی و قدرت یه زن که ناشی از اعتماد به نفس اونه برای این بازیگر خیلی مهمه. اون معتقده زنی که اعتماد به نفس بالایی داره قویه و میدونه باید چی کار کنه. بوراک اوزچیویت. بوراک معتقده که همه چیز براش از چشمای یه زن شروع میشه. یه زن باید بتونه با چشماش با اون صحبت کنه چون احساسات از این طریق به بوراک منتقل میشه و البته در کنار اون به صداقت و پر انرژی بودن زن هم اهمیت میده. البته بوراک چند سالی میشه که زن رویاهاشو با این ویژگی‌ها پیدا کرده. انگین اوزتورک. این بازیگر خانمایی رو دوست داره که با اونا حرفی واسه گفتن داشته باشه، یعنی یه جورایی خانمایی که بتونه بشینه باشون طولانی مدت صحبت کنه، از هم سوالای مناسب بپرسن و جوابای مناسب هم بتونن به هم بدن و اگه این خانم سبزم باشه که دیگه نور علی نور میشه. انگین آکیورک. بی صداقتی و بی کفایتی یه زن برای انگین دیوونه کننده است و اون به این دوتا ویژگی خیلی اهمیت میده. سرکای توتونجو. سرکای معتقده که این معیارا با توجه به سن تغییر میکنه و با اینکه چند سال پیش ممکنه معیار اون زیبایی بوده باشه اما الان یه زن باهوش رو ترجیح میده. سرکان چایولو. سرکان یه تصویر ظاهری خاصی از زن مورد علاقش نداره، فقط براش مهمه که زن زندگیش با اعتماد به نفس باشه. اون معتقده وقتی که یه نفر رو میبینی و میتونی ارتباط خوبی باهاش برقرار کنی، اون موقع است که برات جذاب میشه و دلت میخواد بازم ببینیش. چاتای اولسوی. این بازیگر که به دخترای سبز علاقه داره در مورد ویژگی اخلاقی دختر مورد علاقش گفته اون باید منطقی باشه و برام ارزش قائل بشه و عشقش رو در عمل نشون بده، نه فقط با گفتن و جانم و عزیزم. گوکان آلکان. گوکان معتقده که در مورد ویژگی‌های زن مورد علاقه‌اش اون نمیتونه نظر قطعی داشته باشه چون در واقع قلب اونه که تصمیم گیرنده است. اون فقط میگه من میخوام زن زندگیم برای من خاص باشه. سچکین اوزدمیر. سچکین اوزدمیر از زنای با اعتماد به نفس خوشش میاد که دلسوز باشن و خیلی راحت برخورد کنن. آراس بولودیناملی. آراس در این مورد میگه که معیار ظاهری خاصی مثل سبزه یا بلوند بودن نداره، اما جاذبه فیزیکی مهمه. ولی اینا قدم اوله چون بعد از اون هوش و شخصیت طرف مقابله که باعث تداوم رابطه میشه. در واقع شخصیت و صداقت اولین چیزیه که آراس رو به خودش جذب میکنه و اون به شدت از دروغ بیزاره. بوراک دنیز. این بازیگر نمیدونه چه ویژگی‌هایی اونو تحت تاثیر قرار میده یا ناراحت میکنه. اون معتقده اینا چیزاییه که به اون زن و اون لحظه بستگی داره چون ما انسانیم و احساس داریم و ربات نیستیم. اما اون مطمئنه به خانمایی که شبیه به مردا هستن علاقه‌ای نداره و البته فداکار بودن هم براش خیلی مهمه. میدونید جان یامان از چه خانمایی خوشش میاد؟ یا معیارهای کرم بورسین در مورد زن مورد علاقش چیه؟ پس همین حالا عضو کانال لنز بشین و ادامه این ویدیو رو از دست ندین. اونور تونا. این بازیگر با پرحرفی مشکل داره و اصلا نمیتونه با خانمایی که خیلی صحبت میکنن یا خیلی توی زندگیش دخالت میکنن کنار بیاد. اون در مورد ظاهر زنی که جذبش میکنه میگه من تصویر خاصی توی ذهنم ندارم و این بستگی به حسی داره که اون لحظه با دیدن یه زن بهم دست میده. از نظر اونور همه زنها زیبا هستن. ابراهیم چلیکل.
این بازیگر به خانمای صادق، شاد و با اعتماد به نفس علاقه داره و به گفته خودش جذب زنایی میشه که در صحبت کردن برق چشماشون اونو هیجان زده میکنه. باریش آردوچ. باریش توی یه مصاحبه گفته که از زنای بامزه خوشش میاد. زنایی که میتونن در کنار هم بخندن. البته رابطش با همسرش گوبس اوزای هم دقیقاً همینطوری شاد و سرگرم کننده است. جان یامان. جان در مورد ویژگی‌های زن مورد علاقه‌اش یه لیست بلند بالا داره. زن مورد علاقه جان زنیه که دلسوز باشه، شوخ و خندان باشه، اما نه دیگه بیش از حد. و اینکه جان رو به بهترین کسی که میتونه باشه تبدیل کنه و علاوه بر اینا لحن، عطر و انرژی یه زن هم براش خیلی مهمه. اما اون از زنایی که نقش مادرها رو بازی میکنن یا مردونه رفتار میکنن و یا مرموز و کسل کنندن و یا سعی میکنن طرف مقابلشون رو تغییر بدن دوری میکنه. کیواچ تاتلیتوق. کیواچ به عشق در یه نگاه اصلاً اعتقادی نداره و به نظرش باید شریک زندگی آدم با شناخت انتخاب بشه. به همین دلیلم بعد از چند سال رابطه تصمیم به ازدواج با باشاک دیزر گرفت. اون در کل از خانمای ساده و طبیعی خوشش میاد، نه خانمایی که انگار همیشه از آرایشگاه بیرون اومدن و آماده رفتن به عروسیان. در ضمن اون اصلاً تحمل دروغ رو نداره. بیرکا سوکولو. این بازیگر به خانمای پر انرژی، قوی و با نشاط علاقه داره، خانمایی که باعث میشن اون احساس خوبی داشته باشه. فورکان پالالی. این بازیگر اصلاً نمیتونه با غرور و تکبر طرف مقابلش کنار بیاد و معتقده توی رابطه برای دو طرف نباید شهرت و جایگاهشون نسبت به هم مهم باشه. البته کلید قلب فورکان انگاری شکمشه، چون اون گفته زنی میتونه تحت تاثیر قرارش بده که آشپزی خوبی داشته باشه. آلپ ناوروز. آلپ میگه من همیشه به زنهای زیبا فکر کردم، اما اصلا نمیتونم با اونهایی که ظاهر زیبا اما درون تو خالی دارن کنار بیام، چون زیبایی درونی برام مهمتر از زیبایی ظاهریه. به نظر آلپ مهمترین چیزها در رابطه این 3 مورده که بتونی با طرف مقابل صحبت کنی، بدونی حرفات براش اهمیت داره و بتونی بهش اعتماد کنی. اگه این چیزا باشه بقیه موارد رو میشه نادیده گرفت. فورکان آندیچ. تعریف فورکان از زیبایی یک زن اینه: لبخند گرم. اون به ارتباط با زنای حسود که باعث محدودیت طرف مقابلشون میشن علاقه‌ای نداره. چالار ارتوغرل. دانش، هوش و اجتماعی بودن 3 تا ویژگیه که برای چالار خیلی مهمن. ظاهر یه زن چالار رو تحت تاثیر قرار میده، اما هوش و اعتماد به نفس اونه که چالار رو به خودش جذب میکنه. تولگان سایشمان. زیبایی به تنهایی برای تولگان مهم نیست و باعث وابستگی اون نمیشه. زنی اونو جذب میکنه که در احساساتش صادق باشه و این احساس رو بهش بده که در زندگی اون جایگاه بالایی داره که اینطور که مشخصه همسرش آلمدا آبازی توی این زمینه خیلی موفق بوده. ایلهان شن. ایلهان به چیزی که در رابطه بیشتر از همه بهش اهمیت میده هوش طرف مقابلشه و اینکه زن مورد علاقه‌اش باید پایه، تفریح و خوشگذرونی با اون باشه. کنان امیرزالی اولو. کنان معتقده زن هر چقدر که سنش بالاتر میره بالغتر، پخته‌تر و با تجربه تر میشه و جذابیتش هم بیشتر میشه. واقعا خوش به حال همسرش سینم کوبال. به علاوه اون خانمای جذاب اما متواضع، ظریف اما محکم رو هم دوست داره. کرم بورسین. کرم عاشق خانمای با اعتماد به نفسه که خودکفان و روی پای خودشون میستن. خانمای بالغی که فهمیده و مورد اعتمادن و بزرگترین ترسش در یه رابطه درک نکردن متقابله. خب بگیم ببینم نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ با معیار کدومشون موافقین و با کدوم مخالف؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید و این ویدیو رو لایک کنید و اگه از طرفدارا که پروپا قرص فیلم و سریالای ترکیه هستی عضویت در کانال لنز رو فراموش نکنید.